خب سلام و عرض ادب خدمت هنرجویان و دوستان گرامی. هویار خانی هستم با جلسه دوم سبک خانقاهی شمارشی در خدمتتون هستم. امیدوارم که جلسه اول رو تمرین کرده باشید. بازم ببخشید من سریع صحبت میکنم که تایم ویدیو پایین بیاد. جلسه اول روی استایل دب، گرفتن دب، بهداشت نوازندگی اینا صحبت کردیم. ضربه تون در چپ 1 2 3 رو صحبت کردیم و عذرخواهی هم کردم به خاطر صدای آقا سایمونمون که بعداً عکسش رو براتون میذارم. یک کاسکو خوشگله، یکم شیطونه نمیذاره فیلممون رو بگیریم. خب دوستان عزیز، ما مقام دائم یا دائم و حیالله خودش چند تا اسم داره. شاید گفتن بربیاخی یه اسم کرده. بر یعنی جلو، بیاخ یعنی بیداغ. این بیداغه، پرچم، بیرق. این بیداغ طریقت شیخ عباس کرد کوماینه که بنده حقیر توسط جناب شیخ محمد یاور عباسی ادام الله عمره به خلافت منتصب شدم و بیداغ اینه. وقتی این بیداغ از خانقاه بیرون میره، جلوی بیداغ همون حیالا رو میزنن. پس بربیاخی بهش میگن، مقام قیام بهش میگن، ذکر اول بهش میگن، حیالان بهش میگن. خب بریم سر بعدی. قرار بود امروز سوارانه رو براتون اجرا بکنم. سوارانه چیه؟ ببینید بچه ها، قبلا دراویش میرفتن روستاها برای ارشاد طریقت. خب بعد مثلا میرفتن فلان روستا، هویار خانی خونه عمش اونجا بود، آقای ایکس خونه خالش اونجا بود، آقای ایگرک خونه فامیلاش یا دوستاش اونجا بودن. وارد روستا میشدن، همه پخش میشدن این خونه این خونه خونه خونه. خب چجوری اون موقع که موبایل نبود یا هم اگه هم بود آنتن نمیداد، خب تو روستا بود، نمیشد که همه رو یکی صدا بزنن. بعد چیکار میکردن؟ اگه خانقاه داشت دف نواز یا سردبزن. ببینید بچه ها، تو خانقاه کسی که اول وای میسه و به همه ریتم میده بهش میگن سردبزن. خب سردبزن یا همون دف نواز ارشد میرفت بالای پشت بوم خانقاه یا مسجد اون روستا و این میزان رو میزد. ما درست نیست بگیم ریتم یعنی تکرار، واژه ریتم یعنی تکرار، باید بگیم میزان. حالا بعدن که شمارشی تموم شد میریم سر تئوری موسیقی و اینا رو براتون توضیح میدم. خب وقتی که میرفت بالای مسجد یا خانقاه، این میزان رو میزد به معنی که دراویش جمع بشید، میخوایم ذکر کنیم، ذکر قیام بکنیم، کوره ذکر رو آماده بکنیم. خب مقامش چی بود؟ سوارانه تک. به این صورت 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و این شمارش نوتیش بود. و حالا شمارش خانقاهش 1 2 3 2 1 2 3 2. یه بار اجرا میکنم. 1 2 3 و تمامش بکنم. مقام بعدی سوارانه جفت. باز که ذکر تمام میشد یه استراحتی میکردن، دوباره دراویش پخش میشدن، یکی میرفت تو باغ، یکی فامیل، اینا دوباره همون سردبزن یا ارشدشون میرفت بالای مسجد یا خانقاه، سوارانه جفت رو میزد به معنی اینکه دراویش جمع بشید، کاروان میخواد حرکت بکنه، از این روستا بریم. خب ضربش چیه؟ 1 2 3 ببخشید 1 2 1
دو سه دو سه دو، یک دو یک دو سه دو سه دو. خب ما الان که بچه ها نمیتونن برن ارشاد، به چه درد اون میخوره؟ همین مقام شما استفاده بکنید، تمرین بکنید، سریعش بکنید، میتونید راحت باش ریز بزنید. یک دو یک، ببخشید، یک دو یک دو سه دو سه دو یک، سریعش میکنید. تا بریز برسید. پس شد سوارانه تک، سوارانه جو. خب بریم مقام ذکر دوم. ذکر دوم خلیفه که وسط ذکر است، خب بعد از حیالا دستور میده ذکر دوم الله الله حی الله. البته تو طرایق مختلفه، کسنزانی ها یه جوری هن، طریقت ما که کوماینی یه جوری هن. اینا رو بعدا براتون توضیح میدم. الله الله حی الله 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 حی الله. میزانش چجوریه؟ یک سه دو یک سه دو یک سه سه، یک سه دو یک سه دو یک سه سه. اینی که میخونم رو باید حفظ بکنید و بخونید بچه ها. یک سه یک سه یک سه سه. یه نوع دیگه شو داریم، اون سکوت رو نداریم، میگیم یک سه دو یک سه دو یک سه سه، یک سه دو یک سه دو یک سه سه، بچه ها دستتون رو پایین نیارید، این اشتباهه. شما فردا نمیتونید زینت بزنید. همه میتونن اینجا بک بزنن، اینجا مهمه بک بزنید، شلاق بزنید. نگاه کنید